استاد سرکار علیه معصومه تیموری. دستاتون رو بذارید کف پا روی زمین، نفس عمیق، چشما بسته. خدا در وجود توه، تو اشرف مخلوقاتی. تو باید با سلامتی به رویاها و خواسته‌ها برسی. تو معنای زندگیت رو پیدا میکنی. سال بعد هر وقت زیر نور آفتاب میری این انرژی رو دریافت میکنی. انرژی پاک مقدس و نورخواری میکنی. سلول‌های بدنت جذب و دفع صفی و سالمی دارن. اندامت بسیار زیباه، همون اندامی که دوست داشتی رو ببین، تصور کن اون اندامت رو. پوستت، موهات سالم و سرحالن. کبد و کلیت سالمه. معدت، مریت به خوبی کار میکنن. قفسه سینه‌ت، اندام‌های جنسیت همه سالمن. همه رو ببین، همون چیزی که میخوای رو تصور کن. ببین که چقدر خوشحال و شادی. ببین که چقدر آرومی. همینجوری که دستات بالای رو به آسمون رو داری تشکر میکنه از خدا. تمام موزیک هایی که برای تو داره پخش میشه در این لحظه داره برای تو پیام های پنهان سلامتی رو. باز هم ذکر یا شافی تکرار میکنه. یا شافی یا شافی یا شافی. سلامتی بدیم به شما. ممنونم. واقعا یا شافی. ای شفا دهنده، ای داستان شفا دهنده، این که روزی 100 تا یا شافی، کلمه یا شافی رو روی سیب، روزی 100 تا یا شافی رو روی سیب میخونی و 40 روز پشت سر هم دیگه سیب میخورید به نیت شفا، به نیت سلامتی. اعتقادتون بر سیب چیه برای سلامتی؟ من خودم روزی یه دونه سیب یا یه روز در میون حتما یه دونه سیب رو میخورم. تو رژیم غذاییم هست. آفرین. چون شما حالا یک PSFی هست. به هر حال میدونم که سیب واقعا میوه‌ایه که باعث میشه که از خیلی از بیماری‌ها جلوگیری بشه. وقتی با آگاهی هم خورده بشه دیگه، اون آگاهی که اصل همه داستاناییه. واقعا. سپاسگزارم. مرسی. خواهش یه سوال دارم ازتون به عنوان یه نفری که حالا خودتون خیلی تو این جلسه که داشتیم متوجه شدم چقدر دانشتون بالاه، چقدر تو حوزه‌های خودآگاهی اینا اشراف دارید اینا. نظرتون در مورد قرص و دارو چیه؟ واقعیتش اینه که خب به هر حال پزشکای محترمی که سالها درس خوندن و اطلاعات و آگاهی دارن بی خودی دارویی رو تجویز نمی کنن، ولی ما خودمون بعضی وقتا خود درمانی میکنیم. خیلی مواقع خیلی راحت برای ما تو ایران این مسئله وجود داره که میتونیم میریم مثلا احساس میکنیم گلو درد داریم، خیلی راحت میریم داروخونه آنتی بیوتیک میگیریم میخوریم بدونی که اصلا دکتر بریم، یا هر مثلا یه بار رفتیم یه بیماری برام پیش اومده همونو دوباره همونو میریم تکرار میکنیم و این خیلی بده به نظرم. دقیقاً. توی ایران خیلی بیشتر از حد معمول و مجاز. بله. خیلی مواقع دکترها قرص میدن. دلیلش هم با یه پزشک من داشتم صحبت می‌کردم، میگفت که وقتی قرص بیشتری میدیم احساس میکنن که دکتر بهتری هستیم. دقیقاً. انگار مریض منتظر ما، مثلا اگه من یه دونه بهش قرص بدم مریضم حس میکنه مثلا من دکتر خوبی نیستم. آره. و انتظارش اینه که مثلا من یه پلاستیک قرص، مثلا یه پلاستیک تو ذهنشه. و یکی از دلایلی که ما قرص یاد میدیم مجبوری اینه به خاطر مریضا. ولی خب من خودم کلا با قرص و دارو خیلی موافق نیستم. سرزش خالی رو بیار بعد بندازم داخلش، چون کلا معتقدم اینها چیزهای روانی هستن که ما خیلی مواقع ناخودآگاه برنامه‌ریزی میشیم واسه اینکه مریض بشیم، واسه اینکه قرص بخوریم. بله. من میندازم توی سرزش خالی قرص رو فرار میکنم کلا. آره مخصوصا این داروهای خواب آور که همه بعضیا میخورن به خاطر که
اکثرا دیگه الان مثلا عمش داره میخوره میگه منم باید بخورم دیگه. عمه خیلی این قرص خوبه از شبی که من راحت میخوام بعد اینم میخوره. نمیدونم مامان بزرگش داره مثلا یه چیزی رو برداشته داره استفاده میکنه دکتر بهش داده. آره این خیلی تپش قلبمو کم کرد. اصلا این مسیری که دارن میرن مسیر اشتباهیه. خب خیلی هم که به الکل و مواد و گل و اینا با اینا میخوان خودشون آروم کنن. نه اونا که قطعا یه تاثیرات خیلی موقت و در واقع میتونم بگم عوارض داریه زیادی داره واقعا. خاطر همین حالا ما توی ایران داریم بنیانگذار این میشیم که آدما بتونن با ذهنشون خودشون رو درمان کنن، بیماریشون درمان کنن. انشالله. امیدوارم که موفق باشین. واقعا براتون آرزوی موفقیت میکنم برای اینکه راه قشنگی رو در پیش گرفتید. مرسی که کنارمون بودی، مرسی که با ما همراهی کردی، مرسی که تجربه قشنگت رو در اختیار گذاشتی و ممنون از حضورت. عزیز دلم سپاسگزارم. مرسی.